چند روز پیش توی ماشین دمدمای اذان ظهر بود، داشتم می آمدم که تلاوت قبل از اذان رادیو میخکوبم کرد. خدایا این دیگه کیه؟ منی که این همه قاری میشناسم، این نه مصریه نه به ایرانیا میخوره تلاوتش. خیلی برام جذاب بود تا اینکه چند دقیقه که گذشت دیدم به به حبیب آقای صداقته. حبیب جان سلام، خیلی خوش آمدین. سلام خدمت شما دوست خوب و مجری توانمند، سلامت باشین. هادی سلجو، همینطور خدمت همکاران محترمتون و بینندگان تلاوت دوست برنامه نفحات. سلامت. خیلی خوشحالم. شما چی کار میکنی که هر روز خوش‌تیپ‌تر میشی آقای صدا؟ دیگه به شما مجری‌ها نگاه میکنیم ببینیم شما چی کار میکنید. ان شاءالله مخلصیم. خوبین؟ زنده باشید. سلامتین؟ بزرگوارید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. سلامت باشین. توفیقی برای ماست. خب حبیب جان، ما مسابقه داریم. اول برنامه مسابقه رو پخش میکنیم، ببینیم و بشنویم فراز مسابقه‌مونو و شما فرصت دارید تا 8 شب فردا. ضمن که تشکر کنم از عزیزانی که برنامه قبلی تو مسابقه شرکت کردن. الان مسابقه رو میبینیم، حدس بزنید نام این قاری کیه. تا 8 شب فردا فرصت دارید که گزینه 1 یا 2 رو برای ما ارسال بکنید و در مسابقه شرکت کنید. 4 نفر به قید قرعه یه هدیه فوق‌العاده تقدیمشون میشه. ببینیم و بشنویم تلاوت رو. استاد تبلاوی گزینه 2، استاد طنطاوی. من بخوام اسمشون راهنمایی بکنم، اولش تا داره. آفرین، تی دسته دار داره. تی دسته دار. تبلاوی بود یا طنطاوی بود؟ اینو 1 یا 2 رو برای 3-4 تا 0714 بفرستید. تا 8 شب فردا هم فرصت دارید. آمارمون هم خوب بود به نسبت برنامه اول، میزان مشارکت مردم خیلی عالی بود. آقا حالا که گفتم که عجب تلاوتی بود، الان مردم میگن چی شنیده این تو رادیو؟ لطفاً پخش کنید اون فرازی که من تو رادیو شنیدم و مجذوب این تلاوت شدم. بشنویم تلاوت رو. الله، سوره حجرات. بله عجب تلاوتی. زنده باشید. البته نظر لطف شماست. کجاست اینجا؟ عرض کنم این یکی از جلسات خوب تهران هست، در محله چهاردانگه. البته آقای استاد محمد کاظمی که خودشون از اساتید و قاریان خوب هستن، یه جلسه دارن. الان یه منطقه دیگه ای رفته به نام منطقه گلستان فکر کنم، توی حومه استان تهران. ولی این تلاوت مربوط به زمانی هست که ایشون جلسهشون چهاردانگه بود که خیلی از دوستان قرآنی ما هم اتفاقا تو اون روز توی اون جلسه حضور داشتن. و جالبه که ما جلسه قبل، برنامه قبلم از آقای حسینی پور تلاوت پخشیم، ایشون اونجا خونده بود. ببینید جلسه خوب چقدر مهمه. قاری و سر ذوق میاره که شما بتونید تلاوت خوب انجام بدید. اولین تلاوتی که جذبت کرد عاشق قرآن خوندن شدی؟ عرض کنم برمیگرده به همون دوره‌ای که خب ما شروع کردیم دیگه این هنر رو. فکر میکنم سوره بروج بود از استاد قلوش که اون زمان یادم ما فکر کنم 1 شبکه یا 2 شبکه داشتیم، سال 72-3 2 شبکه تلویزیون فکر کنم 1 و 2 بود که این سوره خیلی هم کوتاه خونده بود استاد قلوش تو ایران. از سوره بروج 5-6 دقیقه هم بود. من تلاوت قصیره است. ایران هم نخونده ها. تو ایران نخونده. مسجد امام حسین در قاهره. بله من دیگه بشنویم یه فراز از سوره بروج و از زیباترین تلاوت‌های استاد قلوشه. بشنویم بروج این تلاوت. جنس صدا واقعا یک شیکی خاصی داره که واقعا تو هر صدایی حتی توی مصری هم
این نوع از خصیصه صدا پیدا نمیشه واقعا. همینطوره. حالا من یه نکته هم بگم. بله. این تلاوت رو همینجوری خودم گوش میدادم تو منزل و بعد یه جلسات قرآنی بود اون زمان خدمت استاد حسین دهقانی زاده که اون زمان تو منازل به صورت چرخشی برگزار میشد که اگر هم بیننده هستن خدمتشون سلام عرض میکنم که بالاخره این استاد بزرگوار باعث شدن که ما وارد این عرصه بشیم. خدا حفظشون توی اون جلسه بالاخره. فکر کنم عکسشون رو داریم، ببینیم عکس استاد دهقانی زاده رو. بله. یه تقدیر و تجلیلی هم بکنیم از استاد. اینم بگم موقعی که فراز حجرات رو میدیدیم تصویر رهبر انقلاب رو دیدید، ظاهرا ایشون تمجید کردن از تلاوت حجرات، درسته؟ بله ایشون از طریق دفترشون به بنده تماس گرفتن که رهبر معظم انقلاب این تلاوت رو شنیدن و گفتن که فرمودن تقدیر کنید از قاری که این تلاوت رو انجام داد. ایشون استاد دهقانی زاده هستن، خدا حفظش بله میکنه. بله. ایشون استاد دهقانی زاده هستن. همچنان ارتباط دارید باهاشون؟ بله. از کی میرفتی جلسه‌شون؟ خیلی سالم بود دیگه فکر میکنم. عجب. آره یادم همین سوره رو من تو جلسه ایشون خوندم و خیلی هم ایشون هم اعضای جلسه مورد این حبیب صداقت. عکسو ببین. بله اینجا بله. چند سالته حبیب؟ اینجا فکر میکنم 10-11 سالمه. کاست دارن بهت هدیه میدن؟ بله اون موقع بهترین چیزی که میشد به یه قاری هدیه داد کاست بود. آره منم گرفتم این کاست. توی واکمنا نمیدونم شما یادتونه؟ تجربه کردم من این. الان بچه‌ها مثلا نمیدونم کاست یعنی چی هستن. بله بله. ضبط صوت ما چه دورانی داشتیم با این نوارای کاست. یادش بخیر واقعا. آره. همون سختی ها ولی من ولما مبارزی مصطفی خوندم یه کاست بهم دادن. آره. این شد که ما قاری شدیم. واقعا. خب ایشون کیه داره به شما هدیه میده؟ این آقای دهقانی زاده اون تصویر مستقیم هستن. بله. که سرشون پایینه. اون عزیزمون حاج آقای فلاح هستن. خیلی خوب. خیلی خوب. در اون قسمت خب کنار تلویزیون. آقای صداقت، تلاوت‌های خاطر انگیزی که تو ذهنت هست چیاست؟ تلاوت‌هایی که دوست داری گوش بدی و هوس می‌کنی شنیدن اونها رو. عرض کنم که واقعا خیلی من حالا علیرغم اینکه شاید بعضیا فکر کنن فقط حالا محمد رفعت یا محمد عمران گوش میدم، اینطور نیست. خیلی من به مصطفی اسماعیل خیلی تو خوندنت مشهوده. رفعت، بله. عمران. بله عمران واقعا مثلا سوره ابراهیمش یادمه که شاید یه نقطه عطفی بود توی روند حرفه‌ای تلاوت قرآن بنده که مثلا سال 18 سالگی سوره ابراهیمش رو گوش کردم. ولی این تلاوتی که از محمد عمران وارد ایران شد همین تلاوت بود. بله ظاهرا استاد اربابی خدا رحمت کنه استاد اربابی این تلاوت خودش ضبط میکنه و خودش هم پای تلاوت هست و صدای ایشون هم شنیده میشه الله الله داره میگه به عمران. بله بله ایشون آورده. یعنی ایشون بشنویم از عمران، بشنویم سوره ابراهیم رو، از زیباترین تلاوت های اوست. الله الله این صدای استاد اربابیه. الله الله ببینید چه خوب شد که یادی هم از استاد فقید استاد اربابی شد که شاید الان مثلا ایشون به صورت غیر مستقیم در موفقیت بنده حتما همین نقش داشتن. یعنی این حرکت ایشون باعث شد که مثلا من یه پله برم بالاتر. واقعا همین رضوان خدا بر استاد اربابی عزیز. خدا ان شاء الله رحمتش. ولی رفعت خیلی تو خوندن شما دوست داری انگار رفعت بخونی؟ آره رفعت نمیدونم چی شد، یعنی دقیقا یادم نیست که
خودم آمدانه از اون ابتدا علاقه‌مند شدید نبودم به رفعت، ولی مثلا یه بار خوندم دیدم چه نشست تو صدام، بعد جواب میده. دیدم که خیلی از اساتید مصری مثل کامل یوسف، لیثی، از بزرگان تلاوت مصر از ایشون تقلید کردن و اینم باعث شد که من یه مقداری جزئی تر بشم، دقیق تر بشم رو سبک رفعت. یه فراز بشنویم از استاد رفعت که حبیب قشنگ اقتباس خیلی شنیدنی کرده از این فراز تلاوت. بشنویم استاد رفعت، حبیب صداقت. خیلی خوب، زنده باشید. وقته ها این شکست های صوتی کار هر کسی نیست. برای جوونیامون بود دیگه. الان دیگه سن و سالی ازت گذشته حبیب جان. آره دیگه، ما هم مثل شما شدیم. خب این خوندن استاد رفعت، چون استاد شعیشه هم خیلی بهره برداری کرده بود از استاد محمد رفعت، آدمو یاد خوندن شعیشه. بله بله. و همینجا هم خونده. بله بله. آل عمران شعیشه از زیباترین تلاوتاشه. بله بله، بسیار زیبا. من اونم شنیدم ولی تقلید نکردم، یعنی تو هوای اون تلاوت خوندی ولی. آره ولی تو حال و هواش بودی. همین بله اصلا تلاوت همینه دی، چیزی جز این نیست اصلا. بشنویم از استاد شعیشه همین فرازها رو و همین حال و هوای تلاوت رو. رحمتش من و شما کجا بودیم؟ مسجد امام حسین قاهره. بسیار. فقط یه اتفاقی میفته، من بعضی از خوندن‌ها رو اصلا احساس میکنم ما نمیتونیم بخونیم مثل اینا. خیلی سخته تقلیداشون ها. خب ببینید، البته حالا من نمیدونم، یه چیزی به ذهنم رسید که بار آموزشی هم شاید برای عزیزانی که حالا خصوصا جوونا گوش میدن فراگیری هستن، بعضی از تلاوت ها حالا به دلایل نامعلوم و حالا بخشیش شاید به خاطر این بوده که تو نوار کاست اینها پیاده سازی می شده و اینا دورش تند می شده و تو امان پردش هم بالا می رفته، یعنی هم دور تند می شده هم گام تلاوت می رفته بالا. مثلا اگر که
اینجا میخونده قاری، مثلا حالا سوره انبیاء عمران مثلا من چون یادمه مثلا میگه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله. حالا این دم شما گرم. الان من مثلا 2 پرده آوردمش پایین‌تر از اونی که از اون چیزی که اصل نواره. الان مثلا حالا نمیدونم اونو دارن اون چیزی که اصلش دارین انبیاء عمران پخش کنی مثلا ببینید چقدر بالاست. میگن داریم. آره بشنویم انبیاء عمرانو که هم دور تندشو داریم هم دور طبیعیشو داریم. اینا ما هم مثلا پخش کنیم ببینیم که باشه که مثلا جنس صدا هم تغییر میکنه قشنگ. بشنویم این دور تند و کند و هم بشنویم. این تنده، این هم تنده هم بالاتر. یعنی همون چیزی بوده که ما تقلید میکردیم از این. الله. این خیلی دست نیافتنیه. این اصلش. این الان اصلی. حالا من یادم همون در 15 سال 20 سال پیش من خودم اینا رو با نرم افزار یا با همون واکمنایی که داشتش، بعضی از واکمن‌ها میشد دور رو تنظیم بکنی، کند می‌کردی. آره کند می‌کردم. من مثلا اینو کند می‌کردم با دور طبیعی گوش می‌کردم، یا بعدن که خب حالا نرم افزارهای مختلف مثل ادوب ادیشن، کول ادیت با اونها راحت‌تر می‌شد. آره دیگه اون دیگه تخصصی این کاره. به صورت دیجیتالی. داریم نمونه دیگه ای از این تلاوت‌های تند و کند شده؟ مصطفی اسماعیل هم زیاد داره، خیلی. یکی دیگه هم هست. سوره نجم مثلا. مصطفی فکر کنم غیر طبیعی بود. چقدر تفاوت میکنه. حبیب یکی طلبت است. خیلی خوب. آره خیلی تفاوت. البته یه نکته من تو ذهنم اومد، تلاوت زمر استاد عمران. بله. اوجش رو در حجاز ما میگفتیم اصلا دست نیافتنیه، این نمیشه خوند. بله اونم بعد تلاوت دور طبیعی که شدیم خیلی تفاوت کرد. البته اونم نمیشه خوند این راحتی. نه اصلا قابل مقایسه نبود با اون دور تون. بله ولی واقعا به گمراهی میندازه و ناامیدی. ناامید میکنه. میگه بابا اصلا ول کن. خیلی خوب. و واقعا خوبه که ما به بچه‌ها، جوان‌ها، نوجوانایی که تو مسیر تقلید هستن اینو بگیم که
تقلید کردن که محور و پایه قرآن خوندنه. اصلا ما مهمتر از این چیزی نداریم. اگر از مجرای صحیح و درستش اتفاق بیفته خیلی اتفاق میتونه ارزشمندی باشه و بچه‌های ما جوونا نوجوانا این رو انشالله مد نظرشون داشته باشن. ضمن اینکه من شنیدم یک جریانی در مصر عامدانه دور تلاوت ها رو تند میکرده به خاطر اینکه تلاوت جذابتر میشه، این اوج شنیدنی تری میشه. اینا نوارا رو می‌داشتن مثلا دورش رو تند میکردن. آقا چه کاری بود آخه شما میکردین؟ کار بودین میکردن دیگه. بله حالا بالاخره اونا هم خب یه چیزی آماده کردن بچه‌هامون، یک تصویر جذاب و دیدنی است که همراه شده با یکی از آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران. ببینیم، بشنویم، لذت ببریم، برمیگردیم. حبیب صداقت قاری درجه 1 کشورمون اینجاست و با هم دیگه همراهیم. بشنویم. قرآن بی تردید راهنمای قابل اعتمادی است برای آنها که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند. بگو ای خداوند بزرگ، صاحب حقیقی ملک و فرمانروایی تویی، و آن را به هر که بخواهی میدهی و از هر که بخواهی میگیری. هر که را صلاح بدانی عزت و اقتدار میبخشی و هر که را صلاح بدانی ذلیل و خوار میکنی. اصلا همه نیکی ها به دست توست، زیرا تو بر هر کاری توانایی. چقدر خوبه که با قرآن در ارتباطیم و قرآن چه موجود زنده و جاودانه است. خوش به حال اونهایی که یک حلقه وصلی بین خودشون و حضرت قرآن برقرار کردن، حالا یا با تلاوت یا حفظ یا خوندن روزانه. و قرآن کتابیه که زنده است و با تو حرف میزنه. وقتی میخوای خدا باهات حرف بزنه قرآن بخون. خب یه دوست خیلی صمیمی داری که باهاش خیلی رفیقی، با هم سفر میرید. کیه؟ عرض کنم آقا مهدی غلام نژاد که خیلی با هم در ارتباط هستیم. و آقا مهدی غلام نژاد البته دوستای زیادی ما داریم بالاخره. بله ولی با مهدی مثل اینکه خیلی ردیفی، خیلی بیشتر هم خوندیم و خیلی هم یه فیلمی از شما اومد بیرون و خیلی جذاب بود. توی ماشین دارید قرآن میخونید، یه نفر شما خوندی، یه نفر حاج مهدی خونده. جاشم خیلی خالی، از همینجا بهش سلام میکنم، هر جا هست ان شاءالله سلامت باشه و تندرست باشه. ببینیم این قطع فیلمو داخل ماشین هم اینا دست از خوندن بر نمیدارن. همه جا قرآن میخونن، تو ماشین هم قرآن میخونن. ببینیم فیلمو. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. حبیب آفرین. آقای کامران هم نشسته اونجا. بله حاج علی آقای کامران از پیشکسوت‌های رادیو. العقبة
الله. آقا ماشین وایساده بود دیگه؟ آره ماشین وایساده بود. حالا شما به کسی نگید. ای داده بیداد، داشت راه میرفت ماشین میخوندی؟ آقا شما به کسی نگید. بعد آمودی ولی خب خیلی سرعت پایین بود، یواش میرفت، از کنار میرفت، از کنار میرفتن. خب خیلی فضای خوندن سعید زناتی بود داره. فکر میکنم حاج مهدی بیشتر تو فضای آره تو فضای زناتی خوند، من تو حبیب زناتی فکر کنم. خب 2 تا مسابقه بین‌المللی رفتین که دومیش همین چند روز پیش بود. باید یه تبریک هم به شما بگم بابت حضور در مسابقه کویت. همین که قاری جمهوری اسلامی با کسوت استادی قرآن در مسابقات شرکت میکنه، این خیلی ارزشمنده. فارغ از این کسی چه نتیجه‌ای به دست میاد، هرچند که حبیب واقعا درخشید توی مسابقه و به نظرم شایسته تمجید و تکریم هستید شما. هم ترکیه رفتین مسابقات شرکت کردین و هم چند روز پیش کویت. چطور بود مسابقه ترکیه؟ چطور بود سوم شدی ترکیه؟ سال 94 بود. بله عکسش هم ببینیم بچه‌ها همزمان. خب سال 94 رفتین. خب بله سال 94 بود که رتبه سوم کسب شد. اخیراً هم که اشاره به کویت کردید رتبه 4م رو کسب کردم. البته جزء ردبندی بود. بله یعنی تا 5 نفر حائز عناوین شدن. از اندونزی اول شد که چطور بود؟ بسیار خوبی بود انصافاً. نفر دوم قاری مالزیایی بود که اتفاقا همین امسال هم نفر اول شده بود در مسابقات مالزی. و نفر سوم هم بنگلادش و 4م هم بنده. منتها سطح مسابقه بالا بوده. پس سطحش خیلی بالا بود. بچه‌ها عکسای مسابقات بین‌المللی اگه دارین ببینیم. پس خب منتها در مسابقاتی مثل مسابقه ترکیه، کویت تا حالا ما اصلا نفر اول نداشتیم. ولی مثلا تو مالزی داشتیم. تو مالزی نفر اول خب مثلا شاید 7-8 نفر تا حالا از ایران بودن. چرا اینجوریه که انگار اولیو به ایران نمیدن هیچ وقت ها؟ نمیشه واقعا گفت. ولی خب من مثلا خوندن خودم رو ارائه ندادم با توجه به حدس و گمان هایی که حالا اساتید ما، دوستانی که رفته بودن، تجاربی که به بنده منتقل شد. یعنی بهتر میتونستی بخونی؟ یعنی با این جمعی جهات یعنی یک روشی رو من انتخاب کردم برای خوندن که روش خودم نبود. یعنی مثلا ما قبل از مسابقات با استاد شاه میوه از طرف سازمان اوقاف خدمت ایشون بودیم و تلمس کردیم و این سبکی که مثلا اینجا خوندم منطبق بود بر نظر ایشون و درست. خیلی از دوستانی که خب اونجا رفته بودن. عیبی نداره. مهم اینه که شرکت کردی و حالا نشد دیگه. بله عیبی نداره. خب ببینیم از کویت مسابقه تلاوت کرده اونجا حبیب. از مسابقه بین‌المللی کویت فرازی رو ببینیم و ببینیم چیکار کرده حبیب تلاوت رو. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله الله بارک الله. مثلا اون چیزی که حدس میشد بزنی یعنی این بود که مثلا اوج نخون زیاد، مثلا اوج نباید بخونم. ولی خب اینطور نبود. انگار مثلا اون کسی که اوج بیشتری خوندن و اینا اونا مقام آوردن. ولی ما قبلش فکر میکردیم که مسابقات کویت این مدلی نیست. حالا ان شاءالله دفعه بعد که رفتی حبیب جان اوجای حصارش هم بخون. خیلی خوش گذشت با شما. دم شما گرم. تایم خوبی بود. سلامت. زمان خوبی بود. ان شاءالله که سلامت باشین در کنار دختر خانم گلت، آقا پسر عزیزت، همسر گرامی. ان شاءالله که سالهای سال قرآن بخونی برای مردم و ماها لذت ببریم و کیف کنیم. زنده باشید. از همه بینندگان عزیزی هم که مشاهده کردم برنامه رو تقاضای دعای خیر دارم و انشالله بتونیم در این راه ثابت قدم باشیم. انشالله. سفیر قرآن، قاری قرآن حلقوم خداست.
از گلوی او داره آیات وحی برای مردم تلاوت میشه، بنابراین شایسته احترامه. خیلی ممنونم از حاج حبیب آقای عزیز. زنده باشید. و باش خداحافظی میکنم. میلاد حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام است. بر همه شماها مبارک باشه.